گوالله پاک ناما میاجل حالرسانی بنجاه گندوکان و هشکنوکان مدامین به شما درود و سلام سرکنین. امیدن که گلو شادان بید باز و شالون که پداموی رسید گویک گزارش دیگه شما خدمت ها بین. این گزارش تا گویک بانو که لچکار و نتکار گپ و رفت کنن گما همراه داری کنید. خب بانو کتی پجارا پمه گندوکان پا گندوکان میاجل بکن. منتار شما مریم یادگاری، دانشجوی رشته مهندسی شیمی، شاعر و نویسنده زبان بلوچی. بعد اوتی فعالیت آنش از سال 97 ما آغاز کرده ته انجمن ادبی گلتاک. بعد منی استاد شاعری مرحوم عزیزالرحمن بلوچ مقدم بوده. من هم اوایل سال 97 اوتی شاعری شروع کرده و الان نزدیک 3 کتاب من دستان، یک مجموعه شعری که کامله و به زودی چاپ بیته انشالله، یک ناولی هم من نوشته که 10 قسمتی منطقشی هم هلاس بیتو و نوکی یک دیگه کتاب ترجمه هم من دستان په ترجمه کنگا. خب بگوش که کجا علاقه پیدا کرده به زبان بلوچی و دوست داشته که یاد بگیره و شده دو پده و یاد گبته زبان؟ من شما زهگی چون استاد یادگاری کتابانو دیستگت و وانتگت و خیلی علاقمندتون. بعد وقتی که توتر بودون دیست و شرایط به من فراهم بود، منم دنبالی راه ربطون و ادامه اون نزدیک 4 سال بیته. خب شدی فعالیت انگوشی 4 سالت چه فعالیت های انجام داده؟ طی 4 سال من بازی فعالیتی انجام داده، خصوصا در حیطه شعر و شاعری، در حیطه نویسندگی. من 2 دانه داستان کوتاه نوشته که ته مجله بانوک چاپ بوده، یک شعری ته نوگرین تاس کراچی چاپ بوده. بعد لحظه منی شعر و داستان هم ته مجله بلوچی زین شال کویته چاپ بوده و الان یک کتابی یا مجموع کتابی آمادم کرده که به زودی انشالله چاپ بیته. در مورد مجموعه کتاب آتیت بیشتر توضیح ده شعر نویسندگی؟ این مجموعه کتابی که من نوشته مجموعه شعری حدود نزدیک 60-70 تا شعرن که انشالله به زودی چاپ بیته. خب بانو کشا به ما گوش که چه شده دنبال یادگیری زبان بلوچی؟ زبان بلوچی یادگیری زبان مادریه چه اهمیت داری پا شما؟ اولا که زبان بلوچی هویت هر قوم و طایفه هسته، مخصوصا زبان بلوچی می هویت چقدی من گشتگش قومی را که زبان مبیت سبک پجاری هم نیسته. من همش احساس کنم منی هویت به همین زبانه و باید به سمتی برم. بله کاملا درسته. ایشیا به ما بگوش که انجمنان ادبی چه تأثیر داری در یادگیری زبان بلوچی یا ادبیات فارسی یا بلوچی هر کدام؟ انجمن خیلی تاثیر داره. من به شخصه وقتون که موقعی لورتو زبان بلوچی یاد بگیرم، من ربط و انجمن گو اساتید زیادی مثل آقای شمسایی، آقای رکنی آشنا بودم که شعر و شاعری زبان بلوچی شکو محمود علاقمند بودم گشتر و من هم این راه ها را ادامه دادم. بعدش که من این راه ادامه دادم به خاطر همشی که من یادگیری گشتر ببیته، من یک سفر دهروچه هم به پاکستان رفتم و شهمود کتاب زبان بلوچی رو تهیه کردم. خب پاکستان گو اساتیدی ما دیدار کرده کسی دیسته چه فعالیت آده انجام داده؟ زمانی که من رفت تو پاکستان، من فقط گویا شخصی به نام بلال عاجز آشنا بودم که بنده خدا بازین کتابی هم به من یارتی و منی دا به عنوان سوغات که من شنش استفاده بکنم. مهمترین کتابی هم که آی من داده لبز بلد بوده که حدود 700 و خوردی صفحه اون بالای بلکه 10,000 تا کلمه هم داری زبان بلوچی. خب کسانی که به زبان بلوچی علاقه مندن پاتی هم سن و سالن یک خبر بکن؟ منی خواسته آرزو قلبی همیشه که مخصوصا می بانوان می خانم و می جنی آدم و بیایندی ما شوتی زبان استفاده بکنه تنها شیمه بیته که اوتی زهگان تیگیسا وادار بشی کنن که دیگه زبانان مثلا دیگه زبانان پانگا برون تو مثلا انگلیسی و فارسی تنها یاد بگیرن، در کنار تمام زبانان حداقل اوتی زبان مادری که بلوچی آیا هم یاد بگیرن. پس شما اصلا چه توصیه داره کسانی که جوان علاقه من دارن و تیگیسه تا آن جوان لطفاً که پیشرفت کنن یاد گیرن هر علم و هنر را دنبال کنن چه توصیه داره با اون؟ میری توصیه خصوصا په ماسپیسن شین که شهما گواندی و تی زهگان بیادگیری زبان بلوچی تشویقی بکنن. وقتی که زهش گواندی علاقه پیدا بکنه مطمئنا تو ببیته ها علاقه دوچندانه بیته.
و تانه اوتی زهگان آینده هم تربیت کنه در خصوص ای زبانه. خب ارائه تا با نکته حتما مشکلات هم داشته گه در مورد مشکلات به ما بگوش. هر کسی بی خلاصه هر هیته بلوت یک کاری را انجام ده دوچاری مشکلاتی بیت قطعا من هم بدون مشکل نبوده و یه سری مشکلات منی سر راه قرار گرفته. ولی مردم باید تواناییش داشته بیده که شب مشکلات گذر بکنه با اوتی خواسته و آرزو قلبی برسیده. خب مریم جان چند کلمات گوشی و تی حسا در مورد آن بگوش. بلوچستان، آجوی بلوچستان، بلوچ، دیندار، مردمدار، میارجل، زبان بلوچی، عشق، واهگ، خواسته، آرزو، ماس، دنیا، میارجل، مردمانی توار. خب بانو که شما جوت به زبان بلوچی یا ستا کردید اگر توانید پا ما پا می گندوکان یک لچه نت کنید. الان آزاد لچه نداره پا میارجلی گندو کن تو ماتین زبانی. صباح تو دروشم حیالانی بنجا منی پاکی محرم زباده این زبانند. منی مهر و دوستی چو مثل قرآنند. تی من حیالان تی گپ و گالان تو مهرانی ماته تو دائم حیاته. تی وشیم بولی در من سوالی تو جان و منیه تو ارواح و دینه. تو ماتین زبانه تو دردان ازانه تی اشکا هدو کن تی مهران ضرور کن. صباح تو دروشم حیالانی بنجا. اما بلوچین گزارش ها دیست تو هشکتت انشالله که شما را پسند بی. امیدن که هر جا که هستید دعا و سلامت بید و هر جا که زنده گازنید سکی و سوری مگندید. الله میارد.